این جمله است که در تمام گزارش‌ها و کتاب وزارت خارجه منعکسه. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس اداره می‌شده تا به امروز همیشه جزء لاینفک شاهنشاهی ایران بوده است. این است. چی میگید آقای مهندس عرفت؟ برابر یک ملت، یک تاریخ، یک نژاد چی میگید؟ این هاست لحظات غم‌انگیز. مستندات و دلایلی که در کتاب مزبور گردآوری شده است با آنچه که به طور اجمال در مقدمه مبسوط گزارش دولت بیان گردیده است، به آن حد از استحکام، قاطعیت و صراحت حاکمیت و مالکیت شاهنشاهی ایران نسبت به جزایر بحرین می باشد که دیگر جای اندک تغییری باقی نمیماند. گزارشی بود که ملاحظه فرمودید نمایندگان محترم. چه دلایلی مستحکم تر از این، چه دلایلی قاطع تر از این. ما به اون آرمان شاهنشاهی ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخن چنگ دندان باید دفاع کنیم. غم‌انگیزه. هیچ تاریخ این مملکت غمی اینقدر جانگاه ندیده، غمی اینقدر سنگین احساس نکرده.